الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ فرمائے اے پیغمبر کتا ته ځینې هغه څه در وښیو چې وعده یې ورسره کوو ستا له دشمنانو سره د خدای او د دین له دشمنانو سره چې د کوم څه وعده کوو که د دې یوه برخه تا ته در وښیو او نتوفینک یا تا وفات کو ته په خپلو سترګو ونه ګورې فانما علیک البلاغ نو ستا دنده وظیفه فقط د رسالت ابلاغ او خلکو ته رسول دی وعلینا الحساب او محاسبه زموږ په ذمه ده. الله تعالی فرمایي چې له دوی سره محاسبه زموږ په ذمه ده. په دې مبارک آیت کې پیغمبر علیه السلام ته ویل شي له دشمنانو سره چې الله تعالی د کوم څه وعده کړي کوم وعید چې دوی ته متوجه دی دا کیدای شي د دنیا عذاب وي او کیدای شي د آخرت عذاب. دلته په دې خاص ځای کې له دې نه مراد دنیا عذاب دوی مات رسوایی ذلت دلته هدف دغه عذاب دی تا ته ستا په ژوند کې در وښي هغه وعدې او وعید چې دشمنان یې هسې تش ګواښونه ګڼي او انکار ترې کوي که دا په داسې حال کې راشي چې ته لا ژوندی یې ته یې په خپلو سترګو وګورې د دوی ماته رسوایي او ذلت ته په خپلو سترګو وګورې او یا له دې نه وروسته راشي هغه مهال چې ته وفات شوی راتګ یې حتمي دی څوک یې مخه نشي نیولی حتما او خامخا به تحقق مومي ستا ذمهواري فقط د رسالت رسول او ابلاغ دی او دا محاسبه له هر چا سره زموږ کار ده. الله تعالی مهلت ورکوي خو محاسبه یې حتمي ده حتما د هر چا سره دنیا کې هم محاسبه کوي او په بشپړه توګه په آخرت کې محاسبه. ستا دنده فقط دا ده چې د الله تعالی پیغام په امانت سره خلکو ته ورسوي. د عذاب د نازلېدو پرېکړه ستا په واک کې نه ده او نه یې هم د نیټې ټاکل نیټه یې هم الله تعالی ټاکلې ده او فیصله هم د الله تعالی له لورې صادر کېږي چې کله د عذاب نازل شي ته یې وګورې که ستا له وفات نه وروسته. په ورپسې آیت کې الله تعالی فرمایي اولم یروا انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. آیا وی نلیدل کافرانو ستا دشمنانو د حق او د دین دشمنانو په خپلو سترګو ونه لیدل چې موږ د ځمکې ته وردرومو خپلې پرېکړې او فیصلې صادروو لږه یې ورته رادرومو ورو ورو یې کموو او دا خو الله تعالی دی چې پرېکړې کوي په داسې حال کې چې حکم ته یې داسې څوک نشته چې شاته یې وروسته یې ویې ځنډوي داسې ځواک په ټول عالم کې نشته چې د الله تعالی پرېکړې وځنډوي
په خپلې ثابت نیټې د تحقق مخه ونیسي. لا معقب لحکمه، شاته کوونکی د هغه د احکامو او پریکړو لپاره نشته. هغه صریح حساب کوونکی. د دې مبارک آیات اساسي مطالب دا دي. آیا کافران دې ته نه ګوري چې د حق رڼا په خورېدو ده، لمنې ورځ په ورځ پراخېږي، د کفر او شرک پر ځواکونو ځمکه راتنګېږي. الله تعالی او هغه ته بلونکي د دوی لوري ته ور روان دي. مجاهدین د دوی سنګرونه یو په بل څه نیسي. آیا نه ګوري چې ټولې پرېکړې د الله تعالی له لوري کېږي؟ انسانانو ترمنځ هم او په طبیعت کې هم، لکه څنګه چې شپه ورځ د الله تعالی په حکم او اراده راځي، څوک یې نیټه نشي بدلولی. همداسې د انسانانو په ارتباط هم چې الله تعالی کومې پرېکړې کړې دي د هغه د سننو مطابق دا حتما ترسره کېږي. داسې ځواک په نړۍ کې نشته، په عالم کې، چې د الله تعالی د پرېکړو نیټه وځنډوي، مخه یې ونیسي. کافران دا معمولی ځنډ هغوی ته الله تعالی مهلت ورکوي، دا اوږده موده ګڼي او د خپل انکار بنسټ ترې جوړوي. که د الله تعالی وعد و وعید حق وای، ولې په دې کې ځنډ راځي؟ ولې موږ ته مهلت نه راکول کېږي؟ ولې دا د کلونه اقتدار زموږ په لاس کې ده، واکمن یو. د الله تعالی عذاب چیرې ده چې په موږ نازل شي؟ که دا وعدې هسې تش ګواښونه نه وي، ولې ځنډېږي؟ په داسې حال کې چې ډېر مو په خپلو سترګو لیدلې چې ډېر ژر په الهي عذاب اخته شوي. د حوادثو جریاناتو په ارتباط باید یو مؤمن دریځ او لیدلوری همدا وي. الله تعالی چې کومې پرېکړې کړي حتما راځي، حتما ترسره کېږي. هېڅوک نشي کولی چې د الله تعالی عذاب وځنډوي. برادران و خواهران عزیز، انکشافات چند روز اخیر در مجموع کشور و در کابل به گونه خاص مثبت بود و مایه امیدواری ملت ما به آینده روشن و فارغ از جنگ. ملت را امیدوار ساخته که انشاءالله ما میریم به سوی یک افغانستان فارغ از جنگ. دیگر بساط جنگ در حال برچیده شدن است. در همین چند روز میتوان به چند دستاورد بزرگ اشاره کرد. یک، خاموش شدن شعله های جنگ در تمامی افغانستان. یعنی که تا حال و در خلال 5 روز گذشته علالاقل از کشته شدن 1000 افغان جلوگیری صورت گرفت. هر روز کم از کم 200 افغان کشته می شد. کم از کم. اونایی که به خاک خون می افتادن، زخمی می شدن، اینا را کنار بگذار. کم از کم هر روز 200 نفر افغان کشته می شد. الحمدلله که ما در 5 روز گذشته هیچ گزارشی از جنگ از هیچ گوشه افغانستان نداریم. یکی در 5 روز بیش از 1000 افغان کشته نشد. به خودش یک دستاورد بزرگ است برای کسی که خون افغان و مسلمان برش ارزش دارد.
برای ما ارزش داره، این را به اهمیت میگیره. تلاش ما همواره به این بود که جنگ خاموش شد. دو، بساط جزایر مستقل قدرت برچیده شد و امیدواریم که برای همیشه برچیده شده باشه. مورهایی که اشغالگران در این 4 دهه بر کشور و ملت ما تحمیل کرده بودند و عامل جنگ، فساد، غارت، غصب و انارشیسم بودند. حتی تلاش داشتند که کشور ما را تجزیه کنند به شمال و جنوب، به حکومت‌های فدرالی، به 5 حکومت فدرالی. اینا همه خل قدرت و خل صلاح شدن. ماهیت و وزنشان برای ملت ما واضح شد. ببرای کاغذی بودن. در شهرتشان هم مرهون تبلیغات اشغالگران. اونا تحمیل کرده بودن، اونا برش تبلیغ میکردن، اونا برشان شهرت داده بود، القاب داده بود و مدالها بر سینهشان نصب کرده بود. از شر اینا کشور ما و ملت ما نجات یافت. در هر ولسوالی و ولایت و هر سایه‌ای که جزایر مستقل قدرت در آن ساخته شده بود و ملت ستیزان بیگانه پرست زیر چتر حمایت نیروهای اشغالگر بر شانه‌های مردم سوار شده بودند، دیگر طرد شدند. 3 نیروهای اشغالگر آخرین سربازانشان را از کشور ما بیرون میبرند. بزرگترین آرمان ما شاید روزی باشیم که دیگر یک سرباز خارجی در کشور ما نباشه. ملت به می خاطر جنگید، به می خاطر قربانی داد. یه آرمان بزرگ دیگر برآورده میشه. انشالله در روزهای نزدیک و قریب بعدی ما او روز را جشن خواهیم گرفت که دیگر در هیچ گوشی افغانستان هیچ سرباز خارجی نباشه. بفرمایید. 4 ورود طالبان به کابل و سایر شهرها توأم با تشنج و ناامنی و انتقامگیری ها نبود. منصوبه همی بود، تصمیم همی بود که شهرهای بزرگ شاهد خونریزی ها، چور، غارت، چپاول و انتقامگیری ها باشد. ناامنی، تشنج، تصمیم و منصوبه همی بود. دشمن امیر میخواست. حکومت دست نشانده هم در پی همی بود. یه فرار ناگهانی به می خاطر بود. مخالفت با ای که به یک حکومت انتقالی توافق شود و قدرت به گونه مسالمت آمیز به این حکومت انتقال بیابد، از ورود نیروهای مسلح به کابل و سایر شهرها جلوگیری صورت بگیرند. میخواستند که مانعی شوند، اما انتظارشان برآورده نشد. تیرشان به هدف اصابت نکرد. برعکس شهرها با گونه مسالمت آمیز، آرام، منظم، بدون ای که مردم شاهد خونریزی ها و چپاول و غارت و انتقامگیری ها باشند، از سلطه حکومت خارج شد. دیدیم که طالبان رسما اعلان کردند که هیچ کسی حق نداره وارد خانه کسی شد. شورنتون می‌فرمایید. فیصلیشان هم خیلی قاطع، تند، جدی. هر کی کار کرد منتظر جزای شدید باشه و خونش هدر است.
کسی حق نداره وارد خانه هیچ کسی شود، کسی را آزار و اذیت کنه، مرتکب غارت شود. الحمدلله که جلوی گرفته شد. اگر این را مقایسه کنیم با ورود دیگران قبل از این، ما شاهد چند ورود دیگری بودیم، چند تغییر دیگری هم در کابل و در افغانستان در مجموع بودیم. شهریان کابل شاهدند که چه حوادث خونینی در کابل رخ داد. در گذشته شاهد حوادث خونین بودیم در اثنای ورود ایدی فاتحین خودخوانده به کابل، غارت گسترده و حتی دیدین که دختران با همت و شجاع خود را از بام ها انداختند به خاطر از اینکه مورد تجاوز قرار نگیرد. سرای شهزاده غارت شد چند بار، همه دفاتر غارت شد، وسایل، تجهیزات، میز، کامپیوتر، فرش و ظرف، همه چیز غارت شد. هیچ چیزی برای در ادارات دولتی نماند. اما الحمدلله در این نوبت شاهد این صحنه های دلخراش نبودیم. مسئولین امارت اسلامی طالبان در رابطه با حکومت جدید میگویند که همه شمول خواهد بود. این هم یک انکشاف خوب است. این هم اضافه میکنند که در نتیجه مشوره با سیاسیون در رابطه با حکومت آینده تصمیم مناسب گرفته خواهد شد. شکی در این نیست که این حکومت همه شمول را نباید چنان تعبیر و تفسیر کرد که باید حتما از گروه هایی که در مدت 14 سهم‌های دلخواه خود را در حکومت داشتند، اگر اینا در حکومت بودند دیگر حکومت همه شمول است، اگر نبودند حکومت همه شمول نیست. همه شمول یعنی که ملت در مجموع خود را در حکومت ببینه و مشتمل بر شخصیت‌ها و چهره‌های خوشنام باشه، مورد تایید و حمایت مردم، از بیرون تعمیل نشده باشه. باید نگذاریم عناصر وابسته به اجنبی و عامل جنگ که دستایشان با خون افغان‌ها سرخ است یک بار دیگری بر حرکه قدرت بکشند. حکومت باید همه شمول باشه و مترتیبی که طالبان میگوید. همین مقدار کافی است که حکومت به مشوره همه ساخته شد. موقعیت‌های زمینی را هم باید در نظر داشته باشید. فعلا ولایات همه با شمول کابل در تصرف طالب است. واقعیت همیست. اصرار بر این نشود که اقتدار باید تقسیم شود. این تجربه ناکام و خونین بود و از تکرارش باید مانع شد. فقط همین مقدار که به توافق همه ساخته شود و ملت خود را در آینه حکومت ببینه. ما بر همین تاکید داریم. نه سهمی برای خود میخواهیم و نه طرفدار ایستیم که به سایر گروه ها هم سهم داده شد. اینا باید با هم بنشینن. ما در گذشته اگر به یاد داشته باشین تاکید بری داشتیم که یک حکومت انتقالی قابل قبول و غیر ائتلافی ضرورت است. غیر ائتلافی یعنی که قدرت بر احزاب تقسیم نشد، چون پیامدی را مضر می‌بینیم. به هر صورت و مرحله سپری شد. فعلا واقعیت چیز دیگری است. ضرورت اون و یک حکومت دیگر منتفی است.
ما میخواستیم قدرت به گونه مسالمت آمیز به حکومت جدید انتقال شد و فتح شهرها هم به شکل مسالمت آمیز. نیروهای امنیتی بال خود بمانه و متلاشی نشه که متاسفانه پلان دشمن همی بود که این نیروها باید متلاشی شد. ما ای را یک فاجعه میخواندیم. ترجیح میدادیم که این نیروهای امنیتی بال خود بمانه، بدون جنگ و بدون ورود مسلحانه به کابل انتقال قدرت صورت بگیره به شکل مسالمت آمیز. اما متاسفانه که دشمن در کمین بود، مانعی شد. فرار دزدانی رئیس جمهور زمینه را برای مساعد کرد. همین که حکومت جدید به تفاهم، در نتیجه تفاهم مشوره با جناحهای تاثیرگذار ساخته شود، همین مقدار کافی است. اصرار ما و تاکید ما در جریان بحث بر همین خواد بود که حکومت امروز هم قابل قبول باشه برای همه و مورد حمایت اکثریت مردم، همه شمول و در آینده هم. ولی باید به این متوجه باشه، ملت ما باید به این متوجه باشه قضیه هنوز پایان نیافته. دشمنان قسم خورده در کمینند، نمیگذارند افغانها به ثبات نائل شوند و افغانستان فارغ از جنگ، مستقل، آزاد و دارای حکومت اسلامی باشند. برای یک جنگ دیگری آمادگی گرفته میشه. پلان در مجموع به می ترتیب تنظیم شده بود که ما هنوز از این جنگ فارغ نشدیم، به یک جنگ دیگری وارد شد، یک جنگ طولانی دیگری. تا حد زیادی این پلان شوم خنثی شد، ولی دشمن با آسانی از این دست بردار نیست، در کمین است، بر از این تلاش میکنه. برخی از شبکه‌های استخباراتی بار دیگر ایده را استخدام کردند تا شعارهای جنگ و مقاومت را زمزمه کنند. شما اگر همت جنگ را داشتین تحمل میکردین. کافی است. شما در این جنگ شکست خوردین با همه امکانات وافر، حتی با حضور 160,000 سرباز تا دندان مسلح ناتو. امیر از مسجد بکشن، از مسجد بکشن. اینا هیچ توان جنگ را ندارن، روحیه ندارن، مورال ندارن، انگیزه ندارن. بر دیگرها جنگیدن. جنگجوی کرایی بود، اجیر بودن. در کنار شوروی هم جنگیدن، در کنار ناتو هم. ملت مطمئن باشه که اینا توان و انگیزه و روحی جنگ را قطعا ندارن. میدانن شرارت کنن، حوادث را خلق کنن، اما توان جنگ را ندارن. استخدام شدن برای آغاز یک جنگ دیگر. ایده از رفقای رئیس جمهور فراری به پنشیر پناه بردن و از کشورهای غربی مخصوصاً فرانسه میخواهند که این گروه را در جنگ علیه طالبان کمک مالی و نظامی کنند. ایده تلاش دارند که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. باید منزوی شود. هیچ کشوری هم این را به رسمیت نشناسد.
تظاهرات هم در خارج در پایتخت‌های برخی از کشورها برانداخت. فرانسه که در دشمنی با اسلام و مسلمانان در خط اول کشورهای اروپایی قرار داره، جلوتر از هم است در هر گوشی از دنیا. علی هر حرکت اسلامی شما فرانسه را در خط مقدم می‌یابید. از هر گروه دینسیتیز در هر گوشه دنیا علی اسلام و امت اسلامی حمایت میکنه. رئیس جمهور فراری هم به امارات پناه برد. منتظر بودیم از او بشنویم که اشتباه کردیم، ملت مسلمان افغان مرا ببخشیم. حاضر هستم این گذشته ها را جبران کنم. انتظار همی بود که در برابر ملت به اشتباهات خود اعتراف کن و تعهد بسپاره که دیگر آماده است اشتباهات جبران کن. اما برعکس و هنوز هم خود رئیس جمهور میخوان و حتی تهدید میکنه که برمیگردن. خوب است، بیا، فکر میکنم آمدنش خوب است. با اینا باید یک محاسبه صورت بگیره. حتما یک محاسبه باید با این چهره ها صورت بگیره. حتما جنایات زیاد صورت گرفته، جنایات بیشمار، غارت ها، این سرمایه های انگفتی که از این انتقال یافته به خارج، با از طریق بانک هم نه، با طیاره ها 10 میلیون و 20 میلیون هم نه، صدها میلیون. هر وزیر مالیه صدها میلیون غارت کرد. چندین وزیر مالیه که فعلا در اروپا و امریکا است، صدها میلیون دلار غارت کرد و با خود انتقال داد. این غارتگران باید برگردانده شود به افغانستان. با اینا باید محاسبه صورت بگیرد. او در اولین پیام ویدیویش میگوید که برمیگرده به افغانستان و خروجش هم از قصر ریاست جمهوری و فرار از کشور بنابر کودتای محتمل بود که حتی فرصتی هم نیافته که بوتای خود بپوشد، با چپلک برآمده. چیزیست که او میگوید. اما باز عکس‌ها چیز دیگر نشان میده، منظم با دریشی و توکدگی و بکس‌های پر برآمده. چند موتر پول هم با خود داشته که تا به میدان هوایی برده، اما از او به بعد نتوانست. گویا که او تشویش داشت به سرنوشت دکتر نجیب رهبرش مواجه نشد. فرار خود را از افغانستان به شکل توجیه میکنه. نمیخواست با سرنوشت دکتر نجیب روبرو شد، یعنی بدار آویخته شد در یکی از چهارراه ها. ادعایی که کاملا مضحک است و دروغ. هیچ کودتای در کار نبود. اگر کودتای در کار بود که با فرار تو دیگه باید کودتا انجام میشد. کودتاچی ها خود اعلان میکردن، حکومت خود را میساختن. همه مسئولین درجه که بخشای نظامی و امنیتی یک جا با او یا فرار کردن یا مخفی شدن. کسی در ارگ پیروزی کودتای خود اعلان نکرد، در حالی که رئیس جمهور فرار کرد. اگر کودتای در کار بود حتما از ارگ اعلان میکردن که ما دیگه پیروز شدیم و رئیس جمهور فرار کردن. اصلا هیچ کودتای هم در کار نه. میپرسیم که اگر کودتای در کار بود و احتمالش وجود داشت چرا نشد؟ در حالی که شرایط بهش از هر لحاظ آماده بود. فرار
رئیس جمهور خودش زمینه را برای کودتا فراهم کرده بود. بدون مزاحمت کودتا صورت میگیره. و ما بگوین که چه کسی کودتا میکرد، به کس را نام ببرن. اگر احتمال بودیم، فقط یک احتمال وجود داره که معاون اولش کودتا میکرد که رفت خود در پنجشیر رئیس جمهور اعلان کرد. یعنی کمی اگر احتمالی هم وجود داشت، یعنی چون کسی دیگری خود رئیس جمهور اعلان نکرده و یکی از کنار او رفته و در پنجشیر خود را رئیس جمهور اعلان کرد. حالا ما دو رئیس جمهوری فراری داریم، یکی در پنجشیر و یکی در امارات. دو رئیس جمهوری بی آدرس فراری. توصیم به مردم مؤمن پنجشیر است که نگذارند ایدی ماجراجو و در خدمت منافع اجنبی پنجشیر به میدان جنگ تبدیل کنند. با اهالی مؤمن این ولایت را قربانی منافع اجنبی بسازند. همینها بودند که با هر اشغالگر ساختند و شمار علی تمامی اقوام دیگر جنگاندند. با هزارها هم جنگاندند، با ازبک ها هم جنگاندند، با پشتون ها هم جنگاندند و حتی با تاجک ها هم جنگاندند. با تاجک های اندراب، نهرین، فرخار، ورسج، تخار، چهار اطراف پنجشیر شمار علی همه اینا جنگاندند. علی قوم تاجکتان، یعنی که برای اونا قوم ارزش نداره، برای اونا ماموریتی که از خارج برشان سپرده شده اما اهمیت داره. نگذارین قربانی توطئه های شوم دشمنان شد. توصیه به ملت در مجموع و اهالی کابل به گونه خاص این است که از این تغییر مثبت باید حمایت کنید. با توجه به تغییرات مثبت که آمده هم کافی است. از این باید حمایت کنیم. نگذاریم به عقب برگردیم به حالت بد قبل از امروز که در همه کشور در گوشه گوشه شعله‌های جنگ بلند. دشمن در کمین است، همین را میخواد. آمادگی کامل هم برای مقابله با حوادث غیر مترقبه و تلاش‌های عناصر شرور و مفسد داشته باشد. آمادگی داشته باشد. یک پلان ای بود که در کابل از یک گوشه یک حرکت آغاز شد، ولی افراد مسلحی که وارد کابل شدند و برخی از قطعات هم که قمانده و سوق ادارش به دست امریکایی هاست اینا هم وارد شوند و بعدا نظر بام و کلکین و در و دروازه و دیوار برای طالبا عملیات صورت بگیره و خیرها انداختها، در حال که طالبا هم خستن، نابلدن، از اطراف آمدن، از وضعیت شهر کابل هم خبر نیستند، حتی مناطق مهم و نایه ها هم برشان معلوم نیست و سخت خسته همند. به این ترتیب میخواستند که فاجعه قبلی مزار در کابل تکرار شد. احتمال داره که باز هم تلاش‌های از این قرار صورت بگیره. لازم است مردم کابل آماده باشند و هوشیار. و اگر احیانا حوادث از این قبیل رخ داد که در جلوی افراد شرور محکم بایستند. باید به اونا ثابت کنند که دیگر نمیخوان به گذشته سیاه برگردن، گذشته خونین قبلی برگردن و عملا باید به اونا ثابت کنند. و اگر مردم کابل تصمیم بگیرن، باور داریم که هیچ کسی، هیچ نیروی هم توان ایستادگی در برابرشان را نداره. همه مجاهدین و متعهدین به اسلام
در هر ناحیه کابل، در هر ولسوالی، در هر حوزه، چهار اطراف کابل، شکردره، قره‌باغ، میربچه‌کوت و سروبی، طرف دیسب، خاک جبار، موسعی، چهاردیهی، چهارآسیاب، پغمان، ارغندی، در همه این مناطق باید آماده باشند. آمادگی لازم از هر لحاظ، ذهناً و عملاً. اگر همین حادثه رخ داد باید وارد شوند و محکم بیستند و توطئه را خنثی کنند. مردم پروان و کاپیسا هم باید به این متوجه باشند. پروان شاهد حوادث خونین در گذشته بود و در نتیجه سیاست‌های غلط ایدی بیگانه پرست نگذارین و گذشته بار دیگر تکرار شد. در پروان و کاپیسا باید هیچ حادثی به نام مقاومت و جنگ صورت نگیره. انتظار مامیز. اکثریت مردم پروان و کاپیسا مجاهدن. در اسلام قربانی های زیادی دادن. خانه خانهش سنگر مجاهدین بودن. اینا هم باید آمادگی لازم خود را داشته باشن. به زعمای امارات توصیه می کنیم که تنها به پناه سیاسی به رئیس جمهور فراری اکتفا کنند. فقط پناه سیاسی به دلایل انسانی. یک کسی به شما پناه آورده به دلایل انسانی میتونی به اونا پناه بدیم و ما هم اعتراض نداریم. اما اجازه ندهند از این پناه سیاسی استفاده سو صورت گیرد و شعارهای جنگ سر دهند. امارات باید از تلاش‌های حمایت کند که افغان‌ها را در رسیدن به صلح و ثبات و امنیت کمک کند. نباید از امارات و از هیچ کشور دیگر شعار جنگ در افغانستان داده شود. هر کشور مشکلات ذات خود را دارد و مشکلات خود بپردازه او را حل کند. در چهار اطرافشان جنگ‌های جریان داره و شریک هستند در جنگ‌ها و مشکلات حل کنند. نه ای که یک کسی دیگر بیاید و از کشورش از پایتخت شعار جنگ را در افغانستان سر بده. به فرانسه توصیه می کنم که از شرارت‌ها دست بکشد و بر آغاز دور جدیدی جنگ در افغانستان سرمایه گذاری نکند. اولین کشوری که افغانستان را ترک گفت یک جا با ناتو آمده بود، ولی چند عملیات خوب دقیق و کوبنده باعث شد که قبل از همه افغانستان ترک بکنه. در سروبی تعداد زیادی از سربازان فرانسوی کشته شد. متصل از او بار بستری خود جمع کردن، افغانستان را ترک گفتن. بر جنگ سرمایه گذاری نکنید. نه شما میتونید در جنگ پیروز شوین و نه هیچ کشور دیگری. شما همه جمعاً آمده بودین یک جایی با همه ساز و برگتان، با همه امکاناتتان، با آخرین معدل سلاحایتان. تنها افراد مسلحتان بیش از 160,000 بود. دیگرها را که بگذار که همه را جمع کنیم از 300,000 بیشتر بود. شکست خوردین، همین کافی است. دوباره دل خوش نکنین به یک جنگ دیگری. هیچ دستاوردیم نخواهیم داشت. ما افغان‌ها اجالتاً و به گونه فوری و بدون تأخیر به حکومت ضرورت داریم که خلای قدرت را پر کنیم. همین حالت فعلی که ما رئیس جمهور نداریم، حکومت وجود نداره، وزارات تعیین نشده، یک خلا است. یک خلا را باید به زودی پر کنیم. در آثار و از جمله گفتارهای یکی از شخصیت‌ها می‌خوانیم که گفته بود 60 سال با زعیم جابر بهتر است از یک روز بدون امیر. یک روز بدون حکومت پیامدهایش مضرتر از 60 سال در کنار یک زعیم و زمامدار جابر است. این خلا را باید به زودی پر کنیم.
یا به گونه موقت یا به گونه نسبتا طولانی، به هر صورت باید این خلا پر شود. هر چیز زودتر در نتیجه تفاهم بین همه اطراف تاثیرگذاره که طالبان معتقدند که در نتیجه تفاهم با اینا باید تصمیم مناسب گرفته شود، این خلا را باید پر کنه. وضعیت چنان است که ایدی از کشورها مصممند که حکومت یک جناح و یک حزب و گروه را در کابل نپذیرند. به رسمیت نمیشناسند، یک، سفارت‌ها را در اختیارش نمیگذارد، دو، سرمایه هایی را که دولت افغانستان در بانک های بین المللی داره ایران منجمد می‌سازد که دولت نتوانه از استفاده کنه. تحریم ها وضع میکنه، محدودیت ها وضع میکنه. یک جبهه مشترک میسازن علی حکومت جدید کابل. باید نگذاریم که این توطئه را بفته. ایره باید در نطفه خنثی کنیم، جلویش را باید بگیریم. حکومت در ظاهر باید به شکل باشه که کسی هم اعتراض نکنه و مورد تایید اکثریت ملت ما هم و جامعه جهانی هم دیگر هیچ بانی نداشته باشه که حکومت به رسمیت بشناسه. این کار باید هر چیز زودتر و عاجل صورت بگیره. اداره کشور، رسیدگی به مشکلات مردم کار ساده نیست. ما یک کشور جنگ زده داریم، همه چیزی ما ویران شد. حل مشکلات اقتصادی مردم کار بسیار پیچیده و مشکل است. زمانی بزرگی را درک میکنیم که در خود زمام امور در دست ما باشه. یک حکومت میتونه را درک کنه که حل همه مشکلات تا چه پیمانه دشوار و سخت است. ما باید نگذاریم که حکومت ما منزوی شد و این توطئه بین المللی را که علی یه حرکت برا افتاده ای باید خنثی شد. این را باید فرد درک کنه. غرب حتی در یک قاره دورافتاده یک کشور افریقایی هم این را نمیپذیره که در اون شریعت نافذ شد. در قاره دورافتاده یک کشور افریقایی. در پاکستان شاهدیم که در سوات یکی از شخصیت‌ها به نام صوفی محمد خاص در همون سایه در یک ولسوالی، یعنی در یک ولسوالی پاکستان به نام سوات خاص در محاکم شریعت نافذ شد. فقط دولت باید توافق کرد، اما غرب هنگامه برپا شد. همه فشار آوردن که این معاهده باید زود نقض شد و حتی کار رسید به عملیات بزرگ در سوات که هزارها خانواده هم مجبور به هجرت شد. یعنی که غرب تا این پیمانه از اسلام و حکومت اسلامی وحشت داره. در یک ولسوالی دورافتاده ما مثل کجا را بگویم درواز حاضر نیست که در اونجا شریعت اسلامی نافذ شود و در محاکم شریعت نافذ باشه، چه رسد در مجموع نظام. این واقعیت باید در نظر داشته باشیم. جبهه مشترک علی ساخته میشه، جبهه کفر و نفاق. خیلی از کشورهای اسلامی هم در کنارشان قرار میگیرن به خاطر از اینکه جلوی تأسیسی نوع حکومت را بگیرن. باید متوجه باشیم و آمادگی لازم را داشته باشیم. ایران امریکا در رابطه با وضع تحریم ها و محدودیت ها و تجمید حسابهای بانکی دولت یقینا تصمیم خودغرضانه بوده، مغرضانه و هدفش تحمیل ارادی امریکا بر افغان است که در حکومت آینده باید نظر اونا دخیل باشه. چهره های دلخواه اونا باید در حکومت سهیم باشه. این اعلان ها فقط به می خاطر است که فشار وارد کنن و این طرف افغان ها را مجبور کنن که به اراده امریکا تسلیم شون. ما این تصمیم را محکوم میکنیم. تمامی دنیا باید به تصمیم افغان ها احترام بگذارن و از تحمیل خواست و اراده خود بر ملت ما خودداری کنن. یک افغان هاست که چه نوع نظام میسازن. شما که ادعای دروغین دموکراسی را دارین،
بگذاریم در افغانستان مردم سرنوشت خود تعیین کنه، حکومت دلخواه خود را بسازه. مگر هر غرب توجیه برای ازی دارن که افغان‌ها در اینجا برای یک نظام، برای یک شخصیت، برای یک زعیم توافق میکنن و شما مخالفت میکنین، اراده خود تعمیل میکنین، شرایط وضع میکنین، محدودیت‌ها و تحریم‌ها وضع میکنین. امیدواریم بحث‌ها در مورد تأسیس حکومت جدید به زودی آغاز و خلای موجود پر شود و در رابطه به چگونگی نظام آینده کشور، قانون اساسی، بیرق کشور و سایر مسائل مهم ملی تصمیمی مناسب اتخاذ شد. متاسفانه دیدیم که ایدی حتی از مسئله بیرق هم خواستن یک قضیه درست کنند، در حالی که قضیه بیرق در مقایسه با قضایای مهم دیگری که ما با او روبرو هستیم یک قضیه کوچک است. این بیرق بارها تبدیل شد، رنگ تغییر کردن و اندازهش تغییر کردن. این قضایا را نباید جدی بگیریم. به هر دو طرف کسانی که این بیرق نمیپسندن با اونا هم توصیه میکنیم، و کسانی که برای بیرق تاکید دارن که حتما نمی باشه با اونا هم توصیه میکنیم. بگذارین زمانی که کار رسید به مرحله که ما در رابطه به نظام جدید، قانون اساسی به بحث بنشینیم، در اون مرحله است که در قانون اساسی چگونگی بیرق هم تشریح میشه. این را باید محول کنیم به اون مرحله. امیدواریم از این مرحله حساس با خوبی بگذریم، بریم به سوی افغانستان آزاد، مستقل، سربلند، فارغ از جنگ و دارای نظام اسلامی. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک.